توی مسیر دوست داشتن کسی که هستی نمیتونی از تجربیاتی که تو رو شکل داده متنفر باشی. خیلی از ماها متخصص نقد گذشته خودمون هستیم. چرا اون کارو کردم؟ چرا فلان حرفو زدم؟ درسته که باید از اشتباهاتمون درس بگیریم، ولی خیلی از اوقات ما عمدن نخواستیم اشتباه کنیم، اما اون اتفاق پیش اومده، حالا به هر دلیلی. گاهی ما با سرزنش خودمون روح و روانمون رو آزرده میکنیم. حتما شنیدین که میگن اگه اون خطاها و اشتباهات رو نمی کردی دیگه به درک و شعور فعلیت نمی رسیدی که حالا الان بخوای اون اتفاقات رو نقد کنی. اینکه از گذشته خودت درس بگیری خیلی عالیه، ولی اینکه گذشته خودت را به عاملی برای تحقیر خودت تبدیل کنی درست نیست. شاید لازم بوده این راه طی بشه تا تو به جایگاه فعلیت برسی.